پارلمان قرقیزستان اجازه داد که ساکنان نزد مرزی این کشور سلاح جنگی داشته باشند. 3 سرباز بسیج شده به ارتش روسیه تا به جای جنگ نرسیده جان باخته‌اند. در اعتراضهای سراسری 17 روز اخیر در ایران 133 کس کشته شده است. در ابوظبی پهلوان تاجیک شوکت رحیموف برای عنوان قهرمان جهان در رشته IBF 5 نوامبر به اکتاگون می‌براید. اعضای کمیته اموری بین الخلقی مدافع امنیت و مهاجرت پارلمان قرقیزستان روز 3 اکتبر طرح قانون را بررسی کردند که امکان می‌دهد در حالت‌های اضطراری به ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی ولایت بادکند و اوش این کشور اسلحه جنگی داده شود. وکیل پارلمان مارلین ممتالیف گفته که تصمیم گرفته شده است که همه تشبس‌های وکیلان بعد نزاع در مرز قرقیزستان با تاجیکستان در یک سند گردآوری شود. همینطور در قرقیزستان می‌خواهند به 4 قانون درباره آمادگی بسیج و بسیجی نظامی در قرقیزستان، درباره عهدهداری‌های حتمی حربی شهروندان قرقیزستان، درباره اسلحه و درباره مسئولان مرز تغییرات وارد شود. اکنون با قبول این قانون در حالت‌های علاهیده به کسانی سلاح داده می شود که سلاح استفاده برده می توانند و حتی اگر تجربه نظامی نداشته باشند هم. در حالت‌های اضطراری اجازه داده می شود که شخصان علاهیده اختیاری به نظامیان بپیوندند. در ولایت سویرلوفسک 3 سرباز بسیج شده به ارتش روسیه که در دایره بسیج شوی نسبی به ارتش دعوت شده بودند تا به جای جنگ نرسیده جان باخته‌اند. طور خبرگزاری ایان اطلاع می‌دهد 2 سرباز سفربر شده در حدود گارنیزون یلانسکی مرکزی تعلیمی وزارت دفاع فدراسیون روسیه در دهه پراشینوف فوت دیده‌اند. دیگری پس از بازپس فرستاده شدنش به خانه جان داده است. این خبر را ماکسیم ایوانوف وکیل دومی دولتی از ولایت سویرلوفسک تصدیق کرده گفته است که الکی 3 نفر مرده اند. یکی از سفربر شده بر اثر گرفتاری به بیماری اپیلپسی به هلاکت رسیده، دیگری خودکشی کرده است. 3 را وقتی از حساب برآورده به خانه بازپس فرستاده اند. او از سیروز جگر درگذشته است. تاتیانا میرزلیاکووا اومبودسمن ولایت سویرلوفسک گفته که شعبه تفتیشاتی حربی گارنیزون یلانسکی به تحقیق سبب فوت این 3 نفر مشغول است. در همین حال مادر سرباز بسیج شده‌ای که خودکشی کرده است به رسانه‌ها گفته است که پسرش نمیخواست بر ضد اوکراین جنگ کند. در اعتراضهای 17 روز اخیر در ایران 133 کس کشته شده است. بیشتر از 40 تن آنها در شهر زاهدان کشته شدند. به گفته عبدالحمید مدزله رهبری اهل سنت زاهدان، پلیس زاهدان سوی نمازگزاران آتش کشید که آنها بعد نماز جمعه از مسجد می برآمدند. اما رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران میگویند پلیس حین تعقیب تجاوزگران دختری 15 ساله به سوی آنها ترک شده است. بنا به خبرگزاری BBC، بهاره هدایت یک حامی معروف حقوق انسان را روز 3 اکتبر در ایران بازداشت کرده اند. او زندانی پیشین سیاسی است. تا کنون چند دفعه دستگیر و حبس شده است. روز 2 اکتبر باشد فعال سابق دانشجویان حسین معصومی نیز دستگیر شد. اعضای عائله‌اش گفتند که جای نگهداری او را نمی‌دانند. در جمهوری اسلامی ایران 17 روز است که اعتراض مردم ادامه دارد. مقامات نیز در این مدت بازداشت و حبس فعالان را بیشتر کرده اند. اعتراضها در ایران پس از مرگ دختر جوان به دست پلیس سر شد. مهسا امینی 22 ساله به گمان بدحجابی در تهران بازداشت شد و در حال بیهوشی به بیمارستان انتقال یافت و آنجا جان داد. روز 5 نوامبر در ابوظبی امارات متحده عرب پهلوان تاجیک شوکت رحیموف برای عنوان قهرمان جهان در رشته IBF با پهلوان بریتانیا جاک کاردینه مبارزه میبرد. رحیموف با جاک کاردینه در حال وا میخورد که وی اولین دفاع را انجام میدهد. سبقت اساسی در قوه آزمایی‌های روز 5 نوامبر دیدار این دو ورزشکار خواهد بود. یادآور می‌شویم که شوکت رحیموف الکی برای عنوان قهرمانی جهان در بخش IBF مشت زنی کرده بود. بعداً رقیبش جوزف دیاز وزن ضروری را نشان داده نتوانست و کمربند را از دست داد. پس از 12 دوره مبارزه مساوی ثبت شد و کمربند آزاد ماند.
حالا رحیموف همراهی همدستش محمد یعقوبوف به مبارزه تحت رهبری مربی نامی فردی راوچ آمادگی دیده ایستاده است. شوکت رحیموف 14 آگوست سال 1994 در شهر باختر تولد شده است. وی مشتزنی حرفه‌ای بوده در وزنهای سبک و نیمیانه رقابت می‌کند. موصوف نیمه اولی سال 2010 تیم باکس تاجیکستان را نمایندگی کرده، قهرمانی 3 کرته جمهوری، غالب و جایزه‌دار بسیار مسابقات بین المللی میان هوسکاران بود.